خیلی زودتر باید پاس رو بده. حالا میاره به مرکز میدان. پاس اونجا ریسکی است. ببینید تو بلو رفت. یه موقعیتیه اصلا فون نوفون اونجا رو پاش میدیم حساب کار برای بار تصمیم بگیره. اونجا سریع به این ترتیب جهان دروازه هم حضور داشت. حواس بازم بازی به خط دفاع میاد. اونجا یه اشتباه و حسینی تک اشتباه بدی کرد اونجا چون امید جعفری بود دروازه خالی تک زد. به دوم بازم به بازیکن تایلند که خوشبخت میارن. یه بار دیگه محمد عمری یه دریبل رو میزنه. ناچین یه پاسی اون و اعلام آفساید. کمک پرچم زد. مربی 43 ساله‌ای که حالا یه ضد حمله دیگه از بازیکن تایلند. یه پاس پشت دفاع فرصت حسینی صد راهشون شد و نذاشت دروازه ایران باز شه. اونجا می‌بینید در دور گروهی به این مرحله اومدیم. اونجا موقعیت برای زدن گل دوم. حرکت میکنه مستقیم به سمت تک ضرب. بازی به چپ میبره. حالا یه ارسال دیگه یه موقعیت از ارسلان مطهری برای ممیزاده. اونجا یه توپگیر خوب ممیزاده دریبل میزنه و حالا توپونشی نگاه که کننده کار بود. اینجا ارسلان صابون برای ممیزاده اشتباه دفاع. توپو گرفت دریبل زد. قشنگ زد پای من. حرکت میکنه یاسین یه اینجا یه مکس کرد و یه پای راست محکم ضربه است. جوابم داده. حالا یه موقعیت دیگه اونجا میتونه